است. برادر ما سوال کردند که لباسی که من می پوشم، کورتی، پتلون، نکتایی یا خنقاق، این نشانی دین عیسویت است. آیا این جایز است؟ در گفتارهایم من گفتم لباسی که مربوط به دیگر ادیان است حرام است. میخواهم جواب این سوال را بدهم. مردم یک فکر اشتباه دارند که فکر میکنند نکتایی و دریشی مربوط به عیسویان است. وقتی ما کتاب بایبل یا انجیل را بخوانیم در هیچ جایش نوشته نیست که نکتایی علامت دین عیسویت است. این غلط فهمی است بین مردم که نکتایی علامت صلیب است. بعضی مسلمانان فکر میکنند که نکتایی نشانه صلیب است. وقتی ما تحقیق کنیم میبینیم که نکتایی برای بار اول در بوسنیا پوشیده میشد. این لباس مذهبی بوسنیا بود. مثل بو از آنجا آغاز شد. در بوسنیا کیها زندگی میکنند؟ در بوسنیا مسلمانان زندگی میکنند. از آنجا آغاز شد و بعد در همه جهان رواج شد. این نکتایی علامت دین عیسویت نیست. یک شخص در ریاض تحقیق کرده بود. بالای نکتایی او هیچ چیز پیدا نکرد که نشان دهد نکتایی علامت عیسویت است. این را بعض مسلمانانی که مخالف فرهنگ غرب هستند میگویند. این نکتایی و کورتی اگر شما بگویید که فرهنگ غربی است، من مخالف این سخن نیستم، ولی این که بگویی علامت عیسویت است کاملا غلط است، کاملا بی بنیاد است، در هیچ جای انجیل نیامده. وقتی شما به خارج بروید هندو هم دریشی و نکتایی می پوشد، مسلمان هم می پوشد، عیسوی هم می پوشد. این غلط فهمی ما است و عرب ها وقت لباس می پوشند و دستهای خود را اینگونه می گیرند مثل صلیب معلوم می شوند. مگر نیست صلیب و نه نشانه عیسویت؟ کمیز لفظ عربی است برای پیراهن و لفظ کمیز چندین بار در قرآن ذکر شده. در سوره یوسف سوره 12 ذکر کورتی نیست در قرآن، از پیراهن است در قرآن که حضرت یوسف علیه السلام فرار می کند و از پشت پیراهنش پاره می شود. همینطور ذکر داستان حضرت یوسف علیه السلام. کمیز چگونه بود؟ امکان دارد این گونه نبوده باشد، ولی کمیس ذکر شده. شما هر گونه فرهنگ را میتوانید پیروی کنید به شرطی که مخالف دین نباشد.